سلام و شب بخیر خدمت همه شما مخاطبین عزیز و دوست داشتنی. امیدوارم که هر کجا هستید تندرست باشید، سلامت باشید، در کنار خانواده محترم ایام رو به خوبی بگذرونید. این روزها و شبهایی که خیلیاتون توی خونه هستید، در قرنطینه هستید، روزها و شبهای کرونایی کنار هم، خلاصه حالتون خوب باشه. ما هم که هر شب طبق وعده‌ای که میکنیم خدمت شما میرسیم. بنده به اتفاق یکی از همکاران عزیز و نازنینم که خیلی خدا رو شکر مورد استقبال علاقمندان به حرف وضعیت اینترنتمونم به سامانتره، یه ذره بهتره، صدا قطع و وصل نمیشه، تصویر قطع و وصل نمیشه و میتونیم با مخاطبای عزیزمون بهتر صحبت بکنیم. سلام، رامین کاملی عزیزم، شب همگی به خیر. خیلی خوش اومدین. لایف ها تا کی ادامه داره دوست عزیزم؟ فعلا مشخص نیست، تا هر زمان که خدا بخواد ایشالله. و کیفیت خیلی پایینه دیگه، من کاری. خب امیدوارم که یه ذره وضعیت بهتر شده باشه. من سعی کردم که نتمو عوض بکنم. دوستان خیلی ها رو شما دارین پیشنهاد میدین که در واقع دوست دارید که بیان توی لایف. خیلی ها ابراز علاقه و ابراز تمایل نمی کنن. خیلی از همکاران من خیلی ها دوست ندارن، اصلا دوست ندارم بیان لایف صحبت بکنن دیگه. منم نمیتونم اجبارشون بکنم. هر کدوم از دوستانی که میبینید که لطف میکنن به بنده و در واقع تشریف میارن توی لایف، من باشون صحبت میکنم و محبت میکنن، ابراز علاقه میکنن و تشریف میارن توی لایو بنده. امشب هم جناب آقای جورج پتروسی مهربان انقدر که نازنینن و انقدر مخاطبین خودشون رو دوست دارن، دعوت بنده رو پذیرفتن. شب‌های گذشته، دیشب آقای تورج نصر بودن، آقای منوچهر والیزاده بودن، خانم ناهید امیریان بودن، خانم مهوش افشاری بودن، خیلی از دوستان. ولی با بقیه دوستان که شما اسمشون رو میارید بعضن تماس میگیرن و دوست ندارن که بیان دیگه. کسی رو نمیشه اجبار کرد. بله خب بریم و دعوت بکنیم از آقای جورج پتروسی. منتظریم که کانکت بشه. سلام دکتر کوروس عزیزم، خیلی ممنونم. انشالله شما هم سلامت بشین. با خودتونم لایو بذاریم یعنی چی؟ یعنی خودم با خودم حرف بزنم. خب منتظرم ببینم آقای جورج. نمیدونم چرا وصل نمیشه، اینترنت ما ضعیفه. خب قطع شد. یه بار دیگه امتحان بکنیم ببینیم که آقای جورج رو میتونیم بیاریمشون روی خط. میگم کامنت ها رو ببند، چرا ترتیب اثر نمیدی؟ چشم استاد، چشم. اجازه بدید آقای پتروسی بیان روی خط. چشم. خیلی از دوستانی که شما دارین اسم میبرین من باشون تماس گرفتم، حتی جواب تماس منم ندادن. یعنی این که شنیدن که حالا این شبها ما میریم ازشون دعوت بگن نه نمیتونیم. ما این همه نتا خرابه امشب دیگه، چاره ای نیست. یه بار دیگه امتحان میکنم آقای جورج رو. ببینیم قسمتمون میشه یا نه. نه کامنت ها رو که قطعا میبندم.
کامنت ها رو حتما میبندم، برای اینکه خیلی از دوستان بهشون میگم که آقا قلب نذارین دیگه گوش نمیدن دیگه، چاره ای نیست. تأثیری نداره کامنت و قلب. بله خیلی متشکرم. آره اگه دوستان قلب نفرستن خوب میشه، ولی خب قلب بفرستن. نمیدونم حالا اینترنت منه یا اینترنت آقای پتروسیه که در واقع کانکت نمیشم. آقای پتروسی نازنین اگر که صدای بنده رو میشنوین، نمیدونم ایراد از کجاست. قطعا حالا من که الان دارم با دوستان لایو رو ادامه میدم، فکر کنم یه کوچولو شما باید اینترنت در واقع حالا گوشی یا منزل رو یه کارایش بکنید تا ما بتونیم شما رو بیاریم روی خط. کامنت ها رو ببندید، چجوری سوال بپرسین. اینم نکته خیلی خوبیه که دوستمون اشاره کردن. یه نیم ساعت اول با آقای جورج صحبت میکنم، بعد دیگه آخرش کامنت ها رو باز میکنم اگر دوست داشتین سوال بپرسین. خیلی محبت دارن خانم فاطمه آزادگان که دوستتون دارن قلب میفرستن. آره ولی چه بکنیم که این روزها و شبها اینترنت ها ضعیفه، بعد این باعث میشه که کیفیت اینترنت و کیفیت مصاحبهمون بیاد پایین دیگه. با خودتون مصاحبه کنید. نکته جالبی بود. خب یه بار دیگه امتحان کنیم ببینیم آقای پتروسی کانکت میشه باشون ارتباطمون یا خیر. با آقای مظفری نوشتیم که صحبت بکنم، باشون صحبت کردم، شاید مثلا هفته آینده این ارتباط برقرار بشه. در مورد رابین هود هم بپرسید، فکر کنم 3 بار دوبله شده. بله حتما ازشون راجع به رابین هود میپرسم دیگه، اصلا یکی از کارهای شاهکاره. نمیم چرا قطع میشه. آقای جورج عزیز چرا کانکت نمیشیم با هم دیگه؟ لایو جناب والیزاده رو ما ندیدیم، یکی باشه طلبتون. من قربان دیگه در واقع اینکه شما ندیدین من کارش نمیتونم بکنم دوست عزیزم. خب به سلام آقای جورج عزیز. ببین آره یه خیلی خیلی با اشکال تونستم این کارو بکنم، شرمنده. خوبم قربونت افشین جان. شما خوبی؟ ببخشید اینجوری شد، نمیدونم مال اینترنت مال چیه. تمام من میدیدم داری حرف میزنی، هی سعی میکردم وارد شم، این دره بسته بود نمیشه. خیلی خوشحالم آقای جورج عزیز که میبینمتون، قربونتون برم. ایشالله هر جا که هستین سلامت باشین در کنار خانواده محترم. خیلی خیلی به بنده جناب آقای جورج عزیز افتخار دادید که امشب قبول زحمت کردید تو لایو من حضور پیدا کردم. منم وظیفه‌مه، بعدم خوشحالم واقعا. ببین من الان جمله‌ای که قبلا گفتم دوباره دارم میشنوم. یه اتفاقی افتاده تو اینترنت. آره الان آقای جورج صدای گوشی کسی اطراف شما باز نیست؟ الان تنهام، هیچ کس اینجا نیست. شدید آره دیگه حسابی تو قرنطینه. در واقع امروز روز آخره. حالا من سعی میکنم از این گوشی‌ها بذارم، شاید امروز روز آخره. آره ولی من الان که صدا و کیفیت تصویر شما رو عالی دارم. خب الان عالیه خدا رو شکر. شما که همیشه درجه 1 این تصویر و صداتون هم درجه 1. خب آقای جورج عزیز خیلی خوش اومدین، خیلی محبت کردین. دوستان اگه لطف کنن قلب نفرستن من خیلی ازشون ممنون میشم که کیفیت اینترنت نیاد پایین. آقای جورج توی این شب‌ها با خیلی من گفتگو کردم، صحبت کردم و امشب هم افتخار منه که در خدمت شما هستم. با این همیشه شروع میکنم چون خیلی عظیم طرفداران میان و میپرسن که از حالا هنرمندی که دعوت میکنین سوال بکنین که از کی شروع کردن، چی شد که شروع کردن، از چه سالی بوده.
یه توضیحی بدیم. خیلی میدونم که این تکرار مکررات خیلی توی مصاحبه ها، آره، انواع و اقسامشو گفتین، یه کوچولو هم برای بیننده های ما عرض بگید. کنم که همینطور من صداهای دیگرم دارم میشنوم. من از سال 46 اومدم تو کار دوبله، با دوستان زیادی شروع کردن که از اونا فقط الان آقای پزشکیان باقی مونده متاسفانه، و دیگه ما توی همه این سالها داریم کار میکنیم دیگه. بله. از سال 46 پس دوبله رو آغاز کردیم. با کی شروع کردین آقای جورج؟ در واقع کی باعث شد که شما تشریف بیارین توی دوبله؟ اون زمان گوینده میپذیرفتن، بعد آقای بوشنگ کاظمی اونجا بود، آقای منصور متین. شما ندیدید هیچ کدوم از این آقایونو؟ آره متاسفانه. اینا از بچه‌های قدیمیه، از در واقع بنیانگذاران دوبله بودن. من بعد دیگه بله همینطور ادامه دادیم دیگه. اونا به ما آموزش دادن، ما هم شروع کردیم، ما همینطور اومدیم جلو تا امروز که در خدمت شما. زنده باشین. یعنی 46 شروع کردین، چند سال میشه آقای جورج؟ بشمارم من. نه والا 50 ساله. بله 53 سال. البته من در تمام این سالها دائما توی کار نبودم. دائم برای مسافرت‌های پیش اومد. یه 2 سالی مثلا رفتم خدمت نظام وظیفه که اصلا نبودم، ترجیح میدادم اونجاها فعال باشم. بعد سفرهای خارج داشتم. آره جسته گریخته رفتین اومدین. یه چند سالی هم که در واقع من حالا توی دوبله بودم، خوشبختانه اون اوایل شما تشریف داشتین، ولی بعدش باز یه مقطع فکر کنم طولانی مدتی رفتید خارج از کشور و مجدد برگشتید. 10 سال. تو اون 10 سالی که آقای جورج دور بودین و الان که دورین، واقعا دلتون تنگ نمیشه برای کار؟ این کار خیلی جذابیه، واقعا جذابیت داره. بعد حالا دلایل مختلف داره دیگه، ولی خیلی کار جذابی، آدم دلش تنگ میشه براش. درسته. بعد از دوستان، اخبار دوستان که میاد آدم بیشتر دلش تنگ میشه. آره واقعا درسته. آقای جورج این روزها و شبها چه میکنین شما؟ اینجایی که هستم آپارتمان در واقع دخترمه و من ترجیح دادم، یعنی هممون با هم ترجیح دادم این فاصله که الان اومدم سفر خونه نباشم. نمیدونم، حالا تهران که خیلی مواظب بودم، توی این سفرم به هر حال ممکن آدم یه وقت مبتلا بشه به چیز. بله ولی خب دیگه پس جدا هستین و تنهایی فعلا. آره دارین روزها و شبها رو می‌گذرونین. بیکار نیستم، برای خودم کلی کار داشتم، کارایی داشتم اینجا، بهترین فرصت بود این کارا رو انجام بدم. واگذاری مثلا یه فیلم مستندی چیزی، بیشتر فیلم‌های مستند میشینم تماشا میکنم. خوبه، خیلی خوبه. دیگه تموم شد. نه مستندهای حیات بخش و اینا آقای جورج یا نه؟ مستندهای درباره موسیقی بود. درباره موسیقی، آره، آدمایی که آدم دوست داره میره درباره‌شون چیز یاد میگیره. خیلی خوبه. آره یه فیلم خیلی قشنگ خیلی عالی. فیلم و سریال جدید چیدین که برام ضبط کرده بودن دوستان به اسم این خانم یادم رفت. در واقع اولین رهبر ارکستر زنه. بعد خیلی فیلم زیبایی بود دیگه. این فیلم هم تماشا کردم، سرمو گرم میکنم. خوبه دیگه. آره خیلی هم عالی. میدونم که شما همیشه اهل مطالعه هستین، اهل فیلم دیدن هستین، اهل سریال دیدن هستین. حالا فیلم هایی که فیلم هایی که در واقع در ارتباط با سینماست چیزی دیدین یا سریال احیانا بگین الان مخاطبین قبل که اومده بودم من و پسرم با هم میشستیم شبا این فیلم های مستند و اونم دوست داشت میدیدیم. فیلم های مستند و غیر مستند، یعنی سریال و اینا. اون چرنوبیل خیلی کار خوبی بود دیدیم. چرنوبیل حقیقتا کار زیبایی بود. میدونم که در تهران هم دوبله شده، منتها من دوبلهاشو ندیدم. حتما بچه ها خوب کار کردن دیگه.
آره این کارا بله. کاره. آره آره. رضا آفتابی کار کرد. بعد اون خیلی خوب بود، خیلی کار زیبایی بود. کارهای شبیه این آدم میشینه نگاه میکنه دیگه. خیلی هم درجه. راجع به چرنوبیل گفتین آقای جورج، امروز یه خبری میخوندم، حالا نمیدونم شما خوندین یا نه، اون جنگل‌های اطراف در واقع محدوده چرنوبیل ظاهرا آتیش گرفته، میگن که خیلی هم خطرناکه اگه برسه به اون محدوده دیگه. برای اینکه باید مواظب باشن دیگه. من توی خبرها خوندم اینا اگه از روز اول مواظبت میکردن اصلا اون فاجعه پیش نمی اومد، اون همه آدم واقعا از بین برن، اون همه وضعیت خطرناک توی منطقه تو همه دنیا. هنوز همون داستانه دیگه. اون جنگل برای چی باید آتیش میگیره؟ حداقلش بی‌توجهی یه کساییه دیگه. بله. خب آقای جورج نازنین، بریم بپردازیم به دوبله. من یه خورده کامنت ها رو در واقع بستم برای اینکه کیفیت تصویرمون نیاد پایین، ولی هی بینش باز میکنم که دوستان اگر که سوالی دارن و اینها به ذهنشون میرسه بپرسن. خانم مینو غزنوی نوشتن سلام، خوبی جورج؟ مینو ستاره کار ماست دیگه. آره. به به. خب آقای جورج عزیز، بفرمایید که با در واقع کدوم شخصیت، یا اولین، بهتر اینجوری بپرسم، اولین رول اصلی که گفتین که حالا خودتونم خیلی مشتاق بودین، خاطرتون هست با کی کار کردین و چی بود، چطور بود؟ من اولین یه چیزی بهتون بگم، تمام صحبت‌های قبلیمون من همینطور دارم میشنوم. اگه من یه ذره آشفته میبینیم برای اینکه وسط این جمله‌هایی که شنیده میشه میخوام صدای الانتون رو بشنوم، نمیشه. آره نمیدونم چرا این اتفاق افتاده، همینطوری اینا داره تکرار میشه. اولین رول اصلی که حرف زدم هم تو استودیوی شهاب بود و اگه درست یادم باشه یه سری فیلم‌های هندی اونا زیاد می‌بردن، فیلم‌های هندی بود حرف می‌زدم. به عنوان کار واقعا بهش نگاه کردم ولی برام هیچ جذابیت نداشت حقیقتش. ولی خب بعدها پیش اومد دیگه رولایی که مثلا تو همون زمان یه فیلم انگلیسی بود به اسم امتیاز که در ایران به اسم آن صدای جادویی نمایش داده شد. اوج اون دوران بیتل ها و اینا بود و خواننده ها و گروه های راک مثل اونها. این درباره اونا در واقع یک کار تحقیقی بیشتر گفت کرده بود چه این آدم ها چی هن و از اینا چه استفاده ها در واقع سوء استفاده هایی میشه و اینها رو به چه راههایی میکشونن برای اینکه بتونن هم استفاده های سیاسی بکنن هم کسب درآمد بکنن یه ادعاهایی. و این فیلم در این باره بود، فیلم بسیار بسیار جذابی بود. اون نقشم من گفتم برام خیلی جالب بود اون موقع، برام خیلی به اصطلاح یه نقطه عطف بود توی اون کارهای قبلی. یه فیلم خوب، یه بازی خوب، دیالوگای خوب، اینا دیگه بعد پیش اومد دیگه، تک و توک کارایی اومد پیش اومد، راضی بودم. آقای جورج اون موقع حالا مثل ماها که جوان‌تر بودیم شما هم علاقمند بودین که مثلا کاراتون رو برین سینما بشنوین؟ حتما. اون زمان امتیازی که ماها نسبت به شماها نسبت به امروز در واقع این کار داریم اینه که میتونستیم به عنوان تماشاچی معمولی بریم قاطی مردم بشینیم توی سینما و فیلم رو با مردم ببینیم و اونجا بتونیم خودمون ارزیابی کنیم، بدونیم بفهمیم که مثلا چقدر خوب بوده کارمون، چقدر موفق بوده و به هر حال حس رو از تماشاچی آدم میگیره، مثل تئاتر میمونه. این بازیگرای تئاتر هیچ جور حاضر نیستن برن فیلم بازی کنن. درسته. چون زنده نیست. اینا اون نفس تماشاگر رو دوست دارن، اون لحظه‌ای که اون اتفاق بزرگ میفته همونجا زنده میخوان تجربه کنن و هر شب تجربه کنن. یه چیزی شبیه این بود برای ما. الان این فیلم ها رو ما کار میکنیم، شما هم کار میکنید، اینا میره تو این فضاها پخش میشه، آدمای مختلف، ممکنه میلیون ها آدم اینو ببینن ولی همه تک 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 تو خونه هاشون یا جلوی لپتاپ هاشون، گوشیشون، اون اتفاق نمیفته، اون حالو نمیده با آدم.
دقیقاً درسته. خیلی ها اومدن آقای جورج عزیز دارن سلام و احوالپرسی میکنن، از جمله حسین مطمئن زاده، فرشید فرجی، میروان غنیپور. همشون خوب و سلامت باشن، همشون رو دوست دارم. تینای گل من، خیلی ها هستن دیگه، خلاصه اومدن توی خب ولی ظاهرا همین قصه صداست دیگه، هی میگن که صدای زن عقب جلو و اینها دیگه. اینترنت نمیدونم ما چی کارش میتونیم بکنیم مثلا. آره نمیدونم چه جوری پخش میشه برای دوستان اینا، ولی من اینجا یک داستانی دارم تو کلم، همینطوری این صداها، جمله رضا آفتابی هم اومده سلام کرد. رضا یکی از افتخارات این کار ما. سلام رضا، از اون مدیر دوبلاژه خوب. بله قطعا همینطوره. بله حتما. با استعداد درجه 1. خودت تو یکی از همون بهترینایی آقای جورج عزیز. خدمت شما عرض میگم برای اینکه اینجا تبلیغات به حساب قربونتون برم. ولی خودت یکی، من هیچ وقت یادم نمیاد برای اون سریال چیز به تنها ترین سردار، بذار حالا بچه‌ام بشنون دیگه، بعد شما اومدی اونجا و آره من دیدم یه پسر کوچولو جوون، گفتم خب ولی یه آدم خیلی گنده بود، از این آدمای خیلی خطرناک، و تو جایی حرف میزدی توی اون تیکه خیلی فوق‌العاده بود، خیلی فوق‌العاده بود. گفتم بابا این آدم تمام استعداده. ماشاءالله ماشاءالله. قربونتون. آقای جورج خیلی مخلصم. من یه لحظه شما رو قطع بکنم دوباره بیارم، شاید بهتر بشه، چون الان خیلی‌ها دارن میگن اگر که آقای جورج برن بیرون دوباره برگردن داخل شاید صدا و تصویرشون سینک بشه، درست بشه. من با اجازهتون یه لحظه شما رو قطع میکنم. خب خیلی مخلصیم. چی؟ ارول فیلین. حسین بنویس دیگه، ارول فیلین رو بگو. یه لحظه من آقای جورج قطع کردم، دوباره الان وصلشون میکنم ببینم که وضعیت در واقع کانکتمون و اینترنتمون بهتر میشه یا نه. گفتم که حیفه واقعا، حالا که انقدر آقای جورج عزیز زحمت کشیدن اومدن، ان شاءالله که بتونیم با کیفیت بهتری صدا و تصویرشون رو داشته باشیم. حالا راجع به خاطره که آقای پتروسی گفتن خیلی خوب شد. الان فکر کنم بهتر شد. آره والا، ولی یه چیزی باشه از اول این کارو کردم. تجربه بانمکی بود. مثل میمونه که تو داری سعی میکنی یه چیزی رو به کسی بگی، بعد دور و برت شلوغه، ضمناً یه عده همون جمله های تو رو هی دارن تکرار میکنن. خیلی خاطره که حالا من با شما دارم، الان شما هم لطف کردین گفتید توی سریال امام حسن یا تنها ترین سردار که آقای جورج پتروسی مدیر دوبلاژش بودن، ما یه سری از این برای بچهای جوان موون و اینا در واقع اردشیر منظم دستیار آقای جورج بودن توی اون کار. ما رو دعوت میکردن بریم کمک بکنیم، همه بدیم نام داستان اینها. یه روز من دیدم که توی در واقع استودیو آقای جورج یه ذره به نظر کلافه بودن، آقای مهدی فخیم‌زاده هم بودن اینها. گفتم چیه داستان؟ آقای جورج گفتن که مثلا فلان گوینده بعد می اومده جای این شخصیت گنده سردار مردار، مثلا یه آدم گنده بود حرف بزنه نیومده، الان فخیم هم اینجوری بیرونه و این داستانا و اینها. گفتم آقای جورج بدین من بگم. بعد گفت مگه تو میتونی بگی؟ مثلا مرد تو صدات انقدر، تو در واقع خودت انقدر بود، صدات خوب بود. خلاصه دیگه رفتیم و کلی تمرین کردم و خوشبختانه از این آزمایش خیلی سخت سربلند بیرون اومدم تا حدودی. آقای فخیم‌زاده هم راضی بودن، آقای جورج عزیزم که درجه 1. حسین مطمئن آره حسین مطمئن زاده نوشته ارول فیلین رو بگین. اولا حسین جان سلام. حسین هم خودش هم پدرش جزو عشقای منن. عرض کنم که ارول فلین خیلی داستان جالبی داشت. من اون زمان بیشتر توی استودیو شهاب در حالت به اصطلاح آنگاژه بودم، جای به اصطلاح استودیوهای دیگه نمی رفتم. بعد یه روز من گفتن که آقای مانی گفتم تو بعد یه سر بری تلویزیون فیلم. گفتم بعد چی باید برم اونجا؟ گفتم اونجا یه کاری هست آقای مانی گفته تو باید بیای. گفتم مانی، تمام بدنم شروع کرد به لرزیدن. چرا؟
چون از مانی خدا رحمتش کنه یکی از نازنین ترین آدمایی که تو زندگیم دیدم واقعا. ولی داستانایی که تعریف میکن از بد اخلاقیش، از اون انضباط و دیسیپلینی که داشت، گفتن الان میریم اونجا ما دوام میکنه دیگه. بعد خلاصه با ترس و لرز رفتم اونجا و سلام علیکم و هیچ کم نمیشناختم دیگه. بعد خودش اومد تو سلام دیدم چقدر مهربون چقدر خوب اینا. گفتش که آره این یه فیلمی هست من میخوام تو این نقشو بگی. گفتم ما به هر حال در خدمت شما این چی و اینا. و بعد گذاشت یه تیکه فیلمو پخش کردن گفت میخوام جای این حرف بزنی. گفتم اوه اینو من میشناسم این خیلی قدیمیه. فیلمای قدیمی بود اون موقع ارفلین اصلا زنده هم نبود. فیلمای به اصطلاح خوب رو خریده بودن و آورده بودن که برای تلویزیون خورد خورد دوبله بشه و پخش بشه. اینا جزو اونا بود. یه سری از این کارا بود و برای من بسیار بسیار خاطر انگیز شد اون کارا. چون بزرگترین حسن اون کارا این بود که من مانی رو شناختم. یک آدم واقعا نازنین و دوست داشتنی، یک آدم سراپا وجودش عشق عاطفه. اینقدر این آدم بزرگ و دوست داشتنی بود و یکی از بزرگترین خاطرات خوبی که من تو زندگیم دارم اولا این کارا بود. خیلی از این فیلم‌های ارونفلین موقع اصلا فیلم‌های رمانتیک بود، در واقع رمانتیک بود و تو اون عالم رمانتیک بالاخره ما هم اون موقع سن و سالمون میخورد که اینجور فیلم‌ها رو دوست داشته باشیم یا بیشتر دوست داشته باشیم اینا. بنابراین خود این کارا برام خیلی خاطر انگیز بود. حیف که هیچ کدوم از اون کارا رو من ندارم، دلم میخواست داشته باشم. آره آخه آقای جورج عزیز، سالیان سال شما کار کردین، انواع و اقسام رول‌های مختلف جای هنرپیشه‌های بزرگ دنیا بسیار صحبت کردین، اما خیلی از علاقه‌مندان الان دارن میان کامنت میذارن و اینها شما رو بیشتر با رول خاطر انگیز رابین هود توی اون انیمیشن بسیار زیبا میشناسن که بالای فکر کنم مثلا 50-60 مرتبه من خودم دیدم اون انیمیشن و تلویزیون پخش کرده. راجع به دوبله اون فیلم زیبا میگین و اصلا چی شد که آقای جورج شد رابین هود اون انیمیشن؟ یه کار خیلی به هر حال روتین بود دیگه. ما تلویزیون همیشه برنامه داشتیم، میومدیم رولامونو میگفتیم میرفتیم. بعد این فیلم هم همونطوری بود دیگه. به من گفتن که مثلا فلان روز آقای رسولزاده خدا بیامرزش قرار کار کنه، شما رو هم گفته بیایم. گفتیم باشه. رفتیم، اصلا طبق معمول نمیدونستیم چیه این فیلم. بعد نشستیم دیدم او این یه فیلم کارتونه. من پیش خودم فکر کردم، یعنی شنیدم گفتن این کارتونه. گفتم من کارتون حرف نمیزنم، کار من نیست. نه که یعنی نه که خدای نکرده به اصطلاح خوب نباشه کارتون، کار من نبود. ولی بعد دیدیم نه این مثلا اصلا داستانیه، در واقع اون شخصیت‌ها در قالب کارتون ساخته شدن اینا دیگه. این کار انجام دادیم. فکر کنم اصلا 2 روز یا 3 روز این فیلم طول کشید برای اینکه فیلم رو قد کپی 16 میلیمتری بود. 16 میلیمتری هم خیلی کار باش دشوار بود، یعنی خیلی با احتیاط بعد کار هم. یه دونه نمونه کار بود پاره نشه، به هر حال فیلم صدمه نخوره. بعد خود رسولزاده با حوصله و دقت کار میکرد. خود بچه‌ای هم کار میکردن همه عاشق این فیلم بودن دیگه. یعنی این فیلم همش عشق بود، همش حال بود و از اون فیلم ها بود که وقتی تموم شد من به شخص خیلی دلم تنگ شد براش اون زمان. ولی هیچ وقت فکر نمی کردم اینقدر این فیلم تاثیرگذار باشه توی یک در واقع نسلی از بچه های مملکتمون که اون موقع اینا کودک بودن و الان همه آدم های بزرگی هم خودشون هم بچه هایی دارن. خاطره خیلی خوبی که من در ارتباط با این فیلم دارم جشنی بود که چند سال پیش گرفته بودن از طرف تلویزیون. عنوانش الان دقیقا یادم نیست ولی چیزی تو مایه این که یاد آفرین مرسی بچه‌های دیروز خودت هم بودی اونجا یادمه. هیچ وقت من اون فضا رو فراموش نمی‌کنم. به قدری جذاب بود برای من. اولا همکارای خیلی خوبمون، آدمایی که اومدن حرف زدن، همه خاطراتشون گفتن. بعد
اون جماعتی که اونجا بودن همه آدمای بزرگ، بعضیشون هم بچه داشتن با خودشون، اینا همشون بچه بودن اون زمانی که این برنامه ها و این فیلم ها من جمله همین رابین هود پخش میشد. یه فضای واقعا عجیبی بود و یه تجربه بسیار جذابی بود برای من، قطعا برای بقیه همکارامون هم بود. اینم هیچ وقت یادم نمیره. جا داره تشکر کنم الان از اون بچه‌ای که این برنامه رو ترتیب دادن. هنوز یه جایزه به ما دادن دارم من تو خونمون. زنده خب خدا رو شکر. خانم محوش زنده باشن. محوش با شما سلام و احوال پرسی زنده باشن. خب خدا رو شکر. این اتفاق که میفته آقای جورجشون همکارا که الان از هم دورن دیگه، حالا هر کسی یه جایی هست، این اتفاق که میفته خیلی خوبه، خیلی اقدام جالبی دیگه رو ببینن. یه مقدار چیزه مثل یه بحث خانوادگی شده، دور هم جمع شدیم میگیم میخندیم. آجیلو از این بساطم بذاریم بعد یکی دیگه از کارهای ماندگار شما گویندگیتون توی فیلم رستگاری در شاوشنگ آقای جورج. آره اون مدیر دوبلاژش امیر زند بود. میدونیم خیلی دقیق با حوصله کار میکرد، خودش مترجمه. بله درجه یک. خیلی خاطره خیلی خوب بود اون فیلم کنار آقای عرفانی. چه نقشی بود آقای عرفانی، واقعا به یاد موندنی بود کار آقای عرفانی تو اون فیلم. کار زیبایی بود. بله دوستان حالا همینطور هی دارن تونتون می نویسن، گفتن که به سوی جنوب، از به سوی جنوب بپرسید. بله عاشق این سریال بود. شما خاطرتون هست؟ زیبایی بود. آقای نباتی این فیلم رو دوبله میکرد. اون موقع سریالی بود داستان یه پلیس خیلی جدی وظیفه شناسه که هیچ شوخی با هیچ کی نداره، که همیشه هم یه دونه از این سگای هاسکیز بهش میگن، مثل سگای قطبی هم در واقع. آره خیلی سگ زیبایی است و چشمای آبی و اینا دارن. این از کانادا می اومد شیکاگو دنبال این تبهکارا و اینا. همیشه یه داستانه اینجا داشتن. یک کسی هم اینجا بود که باش همکاری میکرد از پلیسا اینجا. داستانه جالبی داشت، خوب بود برای ما، جالب بود موقع. آره خیلی هم قشنگ. به شخصه شما که همیشه کاراتون درجه یک عالی بود آقای جورج، ولی من صدای شما همش برای من در واقع یادآوری خاطره گویندگیتون تو فیلم روز واقعه رو میکنه که یه دیالوگ معروف داشت میگفت کجاست یاری دهنده‌ای که مرا یاری کند. از اون فیلم میگین، از روز واقعه. اون فیلم تو زندگی من یه اتفاق بود، از اون اتفاقات که به هر حال هر کسی تجربه میکنه. یه اتفاقاتی تو زندگی پیش میاد که موندگاره. اون سناریو رو من قبلا خونده بودم، به صورت کتاب در اومده بود، سالها بحث بود که آقای بیضایی این مرد بزرگ قراره با این فیلم چیکار کنه. به هر حال نشد و حالا من دلایلش دقیقا نمیدونم، ولی این رسید به دوست خیلی خوبم آقای شهرام اسدی که ایشون این فیلم رو ساخت. بعدم پیشنهاد شد که من برم کار کنم. کار بسیار زیبایی بود، خیلی خیلی با عشق، خیلی با حوصله کار کردیم. همه همکارای عزیزی که اومدن تو این فیلم با من کار کردن واقعا شرمنده کردن منو، برای اینکه اصلا از اون کارا نبود که بیایم ضبط کنیم بریم. می اومدن میشستن ساعت‌ها تو اون راهروی به اصطلاح وزارت ارشاد اونجا اون سالن، به هر حال جای کار به اون صورت نبود، یعنی برای اینکه بتونی استراحت کنی اینا اداره بود دیگه. ولی این بچه‌ها واقعا با عشق اومدن، خیلی خیلی سر من منت گذاشتن. ما به هر حال سعی خودمون کردیم ان شاءالله کار خوبی در بیاد. و آره قطعا همینطور ماندگار شده. آره اون از اون اتفاقات خوب زندگی من بود. زنده باشید. بله مجتبی نقیی هم اومدن به شما سلام کردن. مدیران نمونه و خوبه، نباید اینو بگم اینجا باز دوباره تبلیغات به حساب نیاد. این تعریفی که از خود میخواستم بکنم، ولی آدم حقیقت رو باید بگه دیگه. حقیقت اینه که یک مدیر توی
جامعه ما وقتی محبوبیت پیدا میکنه دلیل داره. ایشون خیلی خیلی سعی میکنه به بچه ها کمک کنه، به این کار کمک کنه. البته ما ایرادایی هم بهشون داریم طبیعتا، اونم ایشون میپذیرن، ولی اصولا یک جوان بسیار مهربان، خوب و یه مدیر خوب و لایقه و ضمناً خیلی هم با ماها دوسته، با کار ما و با خود ماها دوسته. خدا حفظش کنه. خدا ایشالله. آقای جورج باورتون نمیشه بگم کی تو لایو ماست؟ آقای سیامک اطلسی اومدن نوشتن هلو. سیامک از اون اسطوره‌های قدیمی و موندگاره. سیامک اطلسی غیر از این که توی کار دوبله به هر حال موفقیت داشت، آدمی بود که برای من همیشه الگو بود. دلم میخواست من مثل سیامک اطلسی باشم. سیامک اطلسی توی این مملکت فیلم بازی کرد، جایزه بین‌المللی برد، فیلم کارگردانی کرد، فیلم تهیه کرد، سناریو نوشت. یه آدم موندگاره تو این کار و یه نمونه است. من به وجودش واقعا افتخار میکنم. سیامک اطلسی خدا حفظش کنه. آره سایه‌ش بالا سر من نگه داره. هممون این کار ایشالله. رامین کاملی اومدن نوشتن ناخدا خورشید. آقای جورج اینا فیلم‌های بسیار فوق‌العاده است. اینا از اون اتفاقاته. من مرهون استاد اسماعیلی هستم برای اون کار. ایشون منو خواست برای اون فیلم، نقش بسیار زیبا. جدای از نقش، اصلا خود اون فیلم، اون روزایی که ما اونجا کار میکردیم، دوست قدیمی و عزیز من سعید پورصمیمی تو اون فیلم بازی میکرد. دیگه خیلی خیلی این فیلم مال من بود به این ترتیب. بعد استاد بزرگ کارگردان این فیلم آقای تقوایی، من ایشونو دورادور دیده بودم، باشون همکلام نشده بودم متاسفانه. این فیلم، کار تو این فیلم فرصت بسیار درخشانی بود برای من که ایشون از نزدیک ببینم، رفتارشون، حرف زدنشون، طرز کار کردنشون، و من فهمیدم بیخود نیست که اون سریال عجیب غریب موندگار شد در تاریخ این آدم پشتش بود. متاسفم که الان کار نمیکنن ایشون. متاسفم، فقط باید بگیم متاسفم. انشالله که هر جا هستن سلامت باشن، همه این بچهای خوب همینطور باشن انشالله. آقای جورج عزیز انشالله. فکر میکنم که دخترتون هم دارن لایوتون رو تماشا اون همینطوری مواظب منه که مثلا اشتباه نکنم، کاری نکنم. خانم شراره حضرتی هم اومدن تو لایو ما. صدای استثنایی داره خانم حضرتی. غیر از این که کاراکتر استثنایی هم داره، یه دختر مهربون لوتی خوب. خدا حفظش کنه انشالله. خدمت شما عرض میکنم آقای جورج عزیز، یکی دیگه باز از کارهای ماندگار شما که حالا توی ذهن مخاطب هک شده و همینطور دارن کامنت میذارن، گویندگی استثناییتون در سریال هزار دستانه. خب این استثنایی رو یه ذره مبالغه کردید شما. ممنونم. البته نه والا، نه همه واقعا از قول من از دید من آقای جورج توی اون کار واقعا همه استثنایی. حالا به هر حال بحثی نیست، ولی اون کار بسیار جذابی بود برای من. خب به هر حال ما آشنایی دوری با خود علی حاتمی داشتم به هر حال، ولی توی کار باش نبودم هیچ وقت. توی این کار خیلی بهم خوش گذشت. این خود نقشه استثنایی بود. تو همه اون آدم‌ها این آدم خیلی متفاوت بود، یه جورایی بود دیگه، یه جور مثلا مستفرنگ بود، نمیدونم شیفته غرب بود، نمیدونم توی اون فضا خیلی کار هوشمندانه‌ای کرده بود. خدا بیامرزش علی حاتمی رو. ولی انتخاب شما آقای جورج خیلی جالب بود. آخه چطور میشه که برسن به آقای جورج من فکر کنم یه آدم تیزهوش پشت این کار بود. یه آدم تیزهوش پشت این کار بود که هدایت میکرد این کارو. خود آقای کسمایی که خب مرد بزرگی بود واقعا، بود پشت این کار، ولی یه جورایی مثل این که کمک هم میشد تو این کارا.
به هر حال مجموعه کار مجموعه خیلی خوب و موندگاری بود. خود فضای کار، اصلا خود کار مهم بود. اگر کار مهم نبود، خوب نبود، این به اصطلاح نمود پیدا نمی‌کرد کار ماها. شما همیشه توی یک بازی خوب میتونید کار کنید. یه بازی بد متوسط جای کار کردن نداره و من هیچ اعتقاد به این ندارم که میگن مثلا فلانی این نقش از خودش بهتر گفت. اصلا چیزی نداریم ما از اون بهتر، یعنی اون اصلا بازیگر نیست. یه چوب گذاشتم، خب منم حرف زدم دیگه، خیلی خوب شده. اما وقتی بازیگره شما رو میبره، یعنی شما رو درگیر میکنه و سعی میکنید پیدا کنید، سعی میکنید درسته، بعد جذاب، دوستش دارید این نقشو، بنابراین با تمام حواس روش کار میکنید. اون نقش اینجوری بود. اون نقش برای من یه آدم چند وجهی بود. یه آدم اولا بچه پایین شهر بود، سواد مواد درستی نداشت، یه ذره شیکوپیک بود، بعد گراند هتل یهو، اصلا این کلمه گنده از گراند هتل، بعد این بشه مدیرش. یادم یه دفعه من تحت همین چیزا تیکه های زبان، حالا یادم نیست فرانسه آره اینجوری هم یه تیکه های مینداخت، درسته؟ خارجی حاکم تو ایران زبان فرانسه بود. ما الان هرچی کلمات خارجی به کار میبریم با تلفظ فرانسه به کار میبریم دیگه، میدونید. مثلا میگیم دکتر، نمیگیم دکتر. حالا کلمه خارجی دکتر، نمیدونم آمبولانس میگیم، نمیگیم نه امبولانس. مثلا همه اینا اصلا مرسی، این اصلا توی به اصطلاح سرشت ما یه جورایی مونده. خب اینا هم این حالت رو داشتن و بعد مبالغه میکردن. من یادم یه دونه نامه این نمیدونم داشت مینوشت یا چی، بعد یا وادرش کردم بنویسه، وقت آخرش امضا میکرد، اسم خودشو اصغر امضا میکرد. و خب من این نامه رو قاعدتا بعد میخوندم، بعد میگفتم چی دارم بنویسم، فیلم دیگه. بعد متن که تمام شد، اون آخرش من این اصغر رو ناخدا گفتم اسکار. یعنی فکر کردم که این نمیتونه اصغر بگه به خودش، بعد بگه اسکار. خود به خود شد. برای که فکر کنم، چون اصلا تو بحر این آدم بودم، خود به خود اینجوری شد. هیچ وقت یادم نمیره. خوشبختانه هیچ کم نگفت این چرا اینجوری گفتی، آقا درست بگو، نمیدونم تکرار کنی. آره خیلی بانمک بود. خانم ناهید امیریان اومدن تو لایو کلی سلام احوال پرسی کردن. بزرگی زنده باشه ایشالله. خب سالها شما فعالیت کردین آقای جورج، ولی میدونم که با یکی از عزیزانی که دیگه بین ما نیستن خیلی رابطه خوبی داشتین، جدای از بحث همکاری خیلی با هم رفیق بودین، کارهای درجه یکی در کنار هم انجام دادین. زنده‌نام بهرام زند، کار 24 رو با هم کردین و قبلش و کارهای مختلف. از آقای بهرام زند و کار 24 اگه دوست دارین صحبت از اون استعدادهای درخشان و از اون صداهای واقعا استثنایی بود که سالهای سال یه جوری شاید به بازی گرفته نشد. خوشبختانه راه خودشو پیدا کرد، خوشبختانه رسوند خودشو به اونجایی که لیاقتشو داشت، هم تو کار گویندگیش هم توی کار مدیریتش. آدم دقیقی بود، با حوصله بود، عاشق بود. متاسفانه دوچار یه چیزی شد که هیچ کارش نمیشه کرد و یه خسران واقعا باور نکردنی بود رفتن این آدم. حیف، واقعا حیف. من خیلی دوستش داشتم، خیلی باش رابطه صمیمانه داشتم. بد اخلاق بود گاهی وقتا، حوصله نداشت، همه میدونن، ولی این مال ذات بد نبود. بسیار بسیار بهرام عاطفی بود، بسیار بسیار انسان بود و درست بود، خیلی آدم درستی بود. شاید این بد اخلاقیاش مال این بود که گاهی وقتا یه چیزایی رو بر نمیتاخت. نمیدونم، من که خیلی دوستش داشتم، خدا رحمتش کنه. واقعا طی این 2-3 سال اخیر به نظر من، حالا همه همکاران اعلا و درجه یک بودن، ولی 2 نفر خیلی ضربه زد به کار دوبله رفتنشون، مرحوم بهرام زند و مرحوم حسین عرفانی. بله اینا جایگزین ندارن. شاد باشه، ان شاءالله شما سلامت باشید.
شما طلایه دارین دیگه، این کار شما بایستی برسونه به اونجایی که باید. قربونتون برم، زیر قربون شما برم، در کنار شما اساتید بزرگ ایشالله. خیلی ها میان مینویسن که در ارتباط با سور بگین. گویندگی به جای نقش سور آقای جوش. نمیدونم چی باید بگم راجع به اون. آره کارهای من مارول دیگه اگه اشتباه نکنم نیستم راستش. این فیلم آخری که صحبت کردم جاش الان اسمش یادم نیست، این از اون فضا و یه نمیدونم چی اومده بود بیرون، یه آدم معمولی شده بود با مامانش بحث میکرد، خیلی برام جذاب بود. یعنی ظاهرا به نظر میاد که اون سینما داره دوباره چرخش میکنه به سمت دوباره انسانها. گویا که قبلا هم این موجودات فضایی با همه اون هیبت و به اصطلاح وحشتناک بودنشون باز مایه های انسانی داشتن، اون شخصیت های انسانی و منش های انسانی. ولی الان مثلا میبینن تو همین سور خیلی برام جالب بود که این اصلا خیلی اومد شد یه آدم معمولی با مامانش بحث میکرد، نمیدونم میخواست ازدواج کنه ازدواج نکنه، یه چیزای اینجوری، و خیلی برام جالب بود که خوشحالم که اینا رو دارم میارن پایین، میارن تو سطح اجتماعاتی آدم. آقای جوش شما جای جیم کری هم خیلی صحبت کردین راجع به گویندگی در جیم کری خیلی که نه، در واقع 2 تا یا 3 تا یادم نیست. این آدم برای من همیشه یه چیزی مثل کارتون بوده، یعنی اصلا آدم نیست. اولا این معلومه چیه، این شیوهی که این بازی میکنه که البته الان دیگه واقعا همه اون کارا رو گذاشته کنار، چون آدم بسیار چیز فهمیده، خیلی آدم با فرهنگیه، آدم با شعوریه و از اون فضا اون بازی اونجوری خودشو آورده بیرون. ضمن که اون فیلمای بدی هم نبود، مثلا ماسک اصلا فیلم بدی نبود. من توی ماسک حرف زدم جای کری، ولی مثلا یه فیلم خلاصه شده بود، مثلا چیزی در حدود 50-60 دقیقه شده بود فیلم، الان دقیقا زمانش یادم نیست، ولی همون موقع فکر می‌کنم این چجوری باید جای حرف زد. اولا جدی نباید باشین، بعدم فکر کنی یه کارتونه، هیچی تو این آدم بعید نیست، تو بازیش هم نیست، تو اون کاری هم که باش کرده بودن به اصطلاح اون نقشی که براش ساخته بودن هیچی از این بعید نیست. دیدین که او مثل آبکش شد، نمیدونم چی شد، اینا از این چیزا باید یه جور خاصی جاش حرف میزدیم دیگه. من سعی کردم تقلید خودشو بکنم، یعنی نخواستم کاری از خودم روش بسازم، دیدم چی کار میکنه، فکر کردم همینا رو زبان فارسی بگیم. حالا نمیدونم حالا تا چه حد نزدیک شده بود بهش یا نه. مرسی. عالی بود. آقای جورج بهروز علی محمدی اومده به شما سلام کرده. خانم شادوش شمشادی توی لایو ما هستن. ما به خانم شمشادی خیلی مدیونیم، ایشون مقدار زیادی از کارهای خیلی خوبی رو که ما توی استودیو انجام دادیم ایشون صدا گرفتن، ما بهشون مدیونیم، از همینجا بهشون درود میفرستم. بله زنده باشین. گرین بوک آقای جوش خیلی می‌نویسن راجع به کتاب سبز بگین. فیلم خیلی زیبایی بود و من اون نقشی رو که گفتم اونجا خیلی دوست داشتم. اون شخصیت جالبی بود و جالبیش در اینه که توی فیلم باز دوباره همون داستان قدیمی سیاه و سفید و اینا هست دیگه، همچنان هست در واقع. نمادش هم همین راننده است. این راننده فقط و فقط به خاطر پول خوبی که این بهش میده حاضر شده این کارو بکنه، ولی براش اصلا خیلی افت داره که این بشینه راننده این یارو باشه. ولی شما در طول این سفر میبینین که چقدر این آدم یهو عوض میشه، متحول میشه، چقدر شناخت انسانی پیدا میکنه به دلیل شخصیت اون، به دلیل برخوردی که اون داره میکنه باش. و اون هم چقدر خوب بازی کرده بود آقای جورجی مارشال علی. اینا بازیگرای حیرت آوری هم اصلا، تعجب آوره. یعنی چجوری من یه مصاحبه دیدم از اینا
همین آقا همیشه اسمش یادم میره، این مرد اصطلاح راننده. اصلا شما باورتون نمیشه این اون آدمه، یه جوان لاغر خیلی محجوب، خیلی مؤدب. خود این آدم حرف میزنه اصلا معلوم آدم خیلی در خود و نمیدونم با کلاس و ایناست، ولی اون نقش شما این چجوری بازی کرده؟ یه ایتالیایی نمیدونم توی مثلا نیویورکی جای اون محلهای خود، اینا همش هم تو خداشونن، به این دلیل اون لهجه رو هنوز دارن، انگلیسی بیریخت حرف میزنن، بی سوادی حرف میزنن، چون نخواستن یاد بگیرن، تو خودشونن. میبینی تو خونهش هر وقت میاد 50 نفر ریختن، نون هم ندارن بخورن، همه اومدن. این فرهنگ جالبه و ضمن این آدم اونو قبول نداره، اون سیاست و چرک و اینا. بعد تو این مسافرت اتفاقی میفته. آفرین. ویگو مورتنسن اسم مشکلی داره، خیلی بازیگر خوبیه، هیولاس این تو این فیلم. آره. خیلی من واقعا از این کار لذت بردم. خیلی فیلم تاثیرگذاری بود، برای اینکه من خودم مسائل دیدمش، خیلی توش تاثیر گذاشت این فیلم. برای اینکه به شما یاد میده انقدر خودتون رو بالا نگیرین، انسان ها همه اینه، همن. آدم خوب داریم و آدم بد داریم، آدم سیاه و سفید و زرد و قرمز نداریم، یا خوبه یا بده. اون بده هم باید ببینید چرا بد شده، یعنی نباید شما نفیش کنید. چی شده این بد شده، چی به روزش اومده. شما همیشه اون بک‌گراند این و اون تاریخچه زندگیشو باید نگاه کنید. اکثر تبهکارا آدمای بدبخت قربانیه، اونتا جامعه اصلا حاضر نیست تحمل کنه و وقت صرف اینا بکنه. به این دلیل داریم عقب میریم. این کرونا داره کمک میکنه به این قضیه که بشناسیم خودمونو. خیلی خوب شده، از یه نظر خوبه. آقای جونم. آقای جورج عزیز، خیلی از علاقمندان دارن میان میپرسن برای کسایی که الان مشغول کار دوبله هستن یا احیانا علاقمند هستن، چه راهنمایی دارید، چه توصیه‌ای دارید، چی کار بکنن؟ یه ذره از تجربتون براشون بگید. من نظرم اینه هر کسی، نه که دوبله، تو هر کاری شما باید خودتو ارزیابی کنی روز اول که چقدر تو این کار موفق خواهی شد. فقط عشق نیست، یه چیزای دیگه هم هست. توی دوبله هم همینطوره. یعنی من بعد وقتی واره الان اون جوونه رو شما میگید، فرق میکنه دختر باشه یا پسر باشه، وقتی تو این کار وارد میشه من باید ببینم کجا دارم میرم، تا کجا میتونم بالا برم تو این کار. اگه قرار باشه اون پایینا همیشه بپلکم که اصلا چه کاری. ولی کلا نظرم اینه کسایی که میخوان بیان تو این کار باید بیان با ماها کار بکنن. چرا؟ به دلیل اینکه ما یه تجربه نزدیک 70 ساله داریم که این تجربه 70 ساله در وجود تک تک این بچه ها وجود داره الان و این میتونه راهنما و کمک سریع باشه برای آدمی که میخواد کار یاد بگیره. اونا از خداشون به این سادگی یاد نمیگیرن، خیلی طول میکشه. بعدم اونجاها معلومه شرایطی، همین پیروزای استودیو آتیش گرفته، 4 تا آدم این مملکت مردن، آدم دلش میسوزه. حال متاسفانه. من نمیدونم مثلا فرض کنیم وزارت ارشاد کجاست اینجور جاها. ما رفتیم صحبت کردیم، قرار شده اینا مجوز داشته باشن، قرار رسیدگی بشه به کار اینا، باید معلوم شه اینا کیان، چجوری دارن کار میکنن، کجا دارن کار میکنن. خب ببینی حتما بعد 2-3 نفر بمیرن تا به فکر بیفتیم. خیلی چیز دردناکی بود و من خیلی متاسفم از این بابت. یعنی باید یه اقدام عاجل بشه راجع به این کار. خود کار اصلا یه داستان دیگه است. الان کار شده، الان من تو اینستاگرام میبینم یه عده‌ای فقط دارن فیلم‌ها رو با مستهجن ترین حرفا کلمات دوبله میکنن، فکر میکنن خیلی بامزه‌ان، یا مثلا دارن با لهجه‌های مختلف لهجه‌های خودشون رو مسخره میکنن. بعد از اون بدتر فیلم‌های خوب، بازیگرای خوب خود ماها ایرانی‌ها که تیکه‌های فیلمشون برمی‌دارن اونجوری لوس میکنن آدمو. این بازیگر احترام داره. آخه کسی باید بیاد واقعا یه فکری بالا این کار بکنه. اون متولیان امر کجان بیان به این فرهنگ برسن؟ اون بازیگر عمر خودشو گذاشته، پدر خودشو در برده، نمیخوام اسم ببرم برای اینکه معلومه کیا رو دارم میگم. خب این با چه بدبختی، با چه مرارتی خودشو رسونده به جایی که اون صحنه رو به اون زیبایی بازی کرده توی یه فیلم واقعا تاثیرگذار و موندگار. من راحت برمی‌دارم اونو یه چیز چرت و پرت جای یارو میگم
و یک کسی باید رسیدگی کنه به این کار. من خیلی حرف زدم، ببخشید، واقعا نه دردناک. خیلی هم عالی و درجه کم هم داریم استفاده میکنیم. وایسیم راجع به خودمون فکر کنیم دیگه، راجع به جامعهمون فکر کنیم. اینا بچهای ما، اون بچه‌هایی که دیروز مردن هیچ فرقی با بچه من ندارن، با جوانای همکاری مثل شما ندارن. اینا مال این مملکتن و چرا باید به بیراهه برن؟ چرا اونجوری؟ چرا ندیده بشن؟ خب خیلی متشکرم. ما که از گفتن و شنیدن با شما سیر نمیشیم آقای جورج عزیز، اما خیلی ممنونم که واقعا تو این اوضاع احوال یه ساعتی اومدین با ما گپ زدین، یه ذره حال ما رو بهتر کردین، حال مخاطبین عزیز رو بهتر کردین. ایشالله هر جا که هستید تندرست و سلامت باشین در کنار خانواده محترم. ما باز هم شما رو همینطور قبراق و سرحال ببینیم در کنار خودمون. یکی دو دقیقه فرصت دارین اگر نکته‌ای سخنی با علاقه‌مندان می‌خواید صحبت کنید. نه واقعا چیزی نمیاد. من الان بیشتر عزیزانی که شما اسم بردی همکارای خودمونن که من مدتی ندیدمشون. خب کار نبود، سر کار نبودیم، حالا تلفنی گاهی وقتا بعضیاشون توی این اینستاگرام و اینا با هم ارتباط داریم و من درود میفرستم بر همشون، براشون سلامتی آرزو میکنم. خواهش میکنم سر کار میرین همونطور که ما بودیم میرفتیم قشنگ با قید همه احتیاطات. آقای نقیه عزیز هم لطفاً این کار رو از من بشنون، تا جایی که میشه اونجا رو بهداشتی کنیم. برای اینکه مهم نیست من مریض شم، اصلا من شاید مهم نیستم، ولی من وقتی ناقل بشم بده. میام اونجا کار میکنم، میکروبو میگیرم، میرم نقل میدم به جای دیگه، به کس دیگه، تو تاکسی جایی فلان. به هر حال مواظب خودمون باشیم این تا بگذره، تا ببینیم چی میشه دیگه، و سعی کنیم از چیزای خوب این قضیه استفاده کنیم. یعنی بگیم خب کرونا مثلا خیلی بده ولی بودنش باعث یه چیزایی شده. همین فکرایی که الان هست و اون جهانبینی‌های جدیدی که الان مد شده تو مردم خیلی زیباست، خیلی خوبه. اینا خوشحالی از این که بعضی از حیوانات برگشتن توی محیط زندگی که ما ازشون دریغ کرده بودیم، چون ما الان نیستیم اونا میان. نمیدونم نشون داده که دلفینا میمدن توی این کانالای ونیز واسه خودشون جلو میدادن، خیلی زیباست. خونه اینا بوده گرفتیم ازشون. حالا یه ذره فکر کنیم دیگه، فکر کنیم که ما انسان درست میگیم که چی میگن اشرف مخلوقاتیم، خودمون به خودمون میگیم. امیدوارم که باور کنیم که اونا وجودشون ارزش داره، اگر ارزش نداشت اینا خلق نمیشدن. مواظب اونا باشیم. خیلی متشکرم، سپاسگزارم، چون دیگه الان تایممون تمام میشه و لایومون قطع میشه. از شما بی نهایت سپاسگزارم آقای جورج عزیز. ایشالله هر جا که هستید تندرست و سلامت باشین. خیلی ممنون از این ارتباطی که با من برقرار کردید. قربون شما برم، مخلصیم. شب شما بخیر. خیلی ممنونم. خدا. خب خیلی ممنونم از آقای جورج نازنین. لایو رو سیو میکنم طبق معمول تا انشالله ببینیم شب‌های آینده در خدمت چه کسانی از بزرگان خواهیم بود. شب روزتون بخیر و خداحافظ.